کنیم و با این ادبیات هم خود رو میتوانستیم تبابت کنیم، خود رو آرام کنیم. از بین چند وقت گذشت من حاضر راستی گفت این بیماری تماما در بدن من نیست، نفسم نمیگیرد، قریب که الرژی هم نیست شدگی من بوی عطری و دیگر بوی‌ها رو با آرامی نفس کش نمیتوانم، یکم خیلی درد رو حس نمیکنم و از فرصت استفاده برده میخوام به دکتر توحیدی رحمت کلام گویم. سلامت باشید. نکه همجا یک زل بود برای شما همجا با مرحبا نازی من بیدم. دوستان عزیز من یک چیز دیگه گفتنی هستم که مثلا در بین ما هم خیلی چطوری که من گفتم از صحبتی من با شیخ مصلح‌الدین درباره گرم و خنک و درباره دیگر چیزا گفت بود. همه خیلی نقل و روایت ها هست که شبکه سحرناک، بلغوی سحرناک دیگه چیز همین شخصانه که همون شخصانه که مثلا گیپنوز به داده میشه من همونا به تاثیر میکنن. مثلا بعضا میگن که دنباله پوستک بازی دارن دیگه کار یا آدم یگان نمودی حیوان با مبادل کنن. دوستان این خیلی نمیشود. آدم مثلا نمودی خر نمودی سگ نمیگیرد، نه که رفتارش هم خیلی میشود. من این خیلی تجربه های گذراندگی فقط خواهشی آدم وقتی باز از همین استفاده برده گفتنی هستم که موافق فرمان کلیگ وزارت نگهداری تندرستی و وزارت مدنیت از سال 84 غیر از طبیب غیر از دکتران با اجازه داده گشته که برای سیانس های گیپنوز گذراندن. نه که من نمیدونم برای چی هم سرک اومدن نشون میتونن یا که مردمی ما نمیدونن این الکای انسان با تاثیر منفی میرسونن. چون که طبیب الکا و میتواند چه خیلی کار کند، مثلا وقتی که سخن تاثیر نکرد کدام دارو استفاده برد کدامش نبرد. نه که همین ریسپوبلیک ما بعضی همین کارگرای مدنیت سرک و دیگه چیز آمده فکر خلق وایران میکنن درباره گیپنوز و درباره چیز است. مثلا فرمان هست که آدمایی که علم مخصوص ساحه طب گذشتگی نیست قرار جزای سودی گیرن. مثلا برابری حاضر همین رساندن همین بالگوچه پیشانه همین آدمی صحت میگویم البته بیمار نمیگویم، چون که بیمار گویم نزد امام استادگی دکتر با حالت خوب میبیاره. من از بینه دلکه آدم معطوف شد تماما خوبش بود. من گپی زیادی نزدم. برای همین بعضم نزد طبیب ها بکیم بعضی آدم میرد که تلقین میکند و دو دهان گپی نقض میزند و خودش نقص میکنه. حاضر حالتی خوبه. من یک چیز دیگه فهمیدن شما با دوستان. من اینجا یک اپارات آوردم همراه خود که مثلا بعضی آدما پیدا میشوند که دستای من تاک دارد دیگر چیز دارد گفته همین چیزای وای میکنن. ارگانیسم ما یک الکتروستانس همه ما شما تاک داریم. پروسس مبادله ماده ها ابمین میگه یک ارگانیسم به زیادتر یک تاش به کمتر این فقط در نتیجه تاثیر سخن زیاد میشه. من حاضر یک چند تجربه همین شما بود نشون دادنی هستم همینجا به یک باره. مقصدی حاضری ما از همین عبارت است که شنونایی که در وزارت تندرستی ما گفتن که فقط باید که شما خلق فهمانده دید برای همین ما تلویزیون اجازه میتیم نه که سیانس های گیپنوز من است. نه که ما با شما میگردانیم با مصلحت میکنیم این چیزهای همین چیز میبینید. از دستم میگیرم چشمک شده میشه. چشمک شده میشه. چشمک شده میشه. از دستم میگیرم سرطان پیش میره. از پشت میره. از طرف راست میکشد. از طرف چپ میکشد. اکنون بدن لپش خوردن میگیره. چشمی کشاده هم که گیپنوز کردن ممکن. آدمی که گیپنوز بغلطد من دیسوده تا چشما کشادگی این آدمی که گیپنوز میغلطد. حرکت‌ها قطع میشوند. اکنون درباره تاثیر دست گرمی و رشقتی. از روتون گرم میشد. گرمی هست می حاضر. گرمی هست حاضر. از گرمی 10 مراتب زیاد میشه. خود اتوکی سوزان بار این گرمی زیاد میشه. ایستاده ده چشم کشاده اتوک گرمی سخت. من این تاثیر سخنگفتی آدما میگن که تاک هست و دیگر چیز هست. مثلا خیلی که من گفتم به یک سیخ میوه میرد ارگانیسم ما با برای که خسته شدید شما حاضر چشم پوشیده میشوند خسته شدید شما هم یک خنده تا ضربه یک آرام شد کمتر ما حاضر دستم میگیرم مثلا اینا کینای بسیار خنده آور تماشاگر شدن خنده میدونم بلند میخندن شما هم میخندید تا ازش کدام کنایه دوست دارید شما؟ کدام کنایه دوست دارید کدام کنایه دوست دارید کنایه کافکاسکا کافکاسکا پرنس شما ندیست دارید مثلا برای چی همین پیدا شد مرکزی به واسطه بیناییش
بیدار شد این آدم همون چیز دیستاد است. دستم میگیرم چشما گشاده میشن خودتون رو بسیار سبک نفس میکنید رفته ضربه میشینید. چشما گشاده میشن تمام خودتون سبک میکنید چشما گشاده میشن دستم میگیرم چشما گشاده میشن چشما گشاده چه خیلی سکر سادید سلام گشته رفتش خوش دوستان عزیز من همه آدمایی که گیپنوز به داده میشن گیپنوز میشن مثلا همه خیلی میشد که آدما در نتیجه ترس و نابینا میشن چون که مرکز بیناییش ترخ میشد همون چیز نمیبینن بعد یگان داو میخونن یا که یگان طبیب میرن و تلقین میکند که شما نقش شدید و نقش میرن مثلا از ترس آدما فلج میشد کار میشد کور میشد همون صورت ها مثلا آدما توبات کردن که خواهد اینجا بیمارو گم میزنن با ما شرح میتیم کسلی دق نفس چون که بعد این سیانسی تلویزیونی بسیار آدمای دق نفس آوارو شدن نزد ما و نویتو همه دکترایی که در همون رایون‌های شما هستن همون وقتی مصلحت کنید که در همین جا متد پسیخوتراپی یاردم میکند یا نه خلق یک گپ شنید از همون جا آوارو شده بیکار سر و سرسانی کرده چقدر خراجات کرده خودش عذاب داده میگن مثلا دق نفسی این آدم حاضر من اینجا نگذاندم من باید دیگر اگه کامره نشون تیان کلمه اوکروب یکمین مراتب پیدا شده که اوکروب حاضر آدم میسولفات من دیسوت سولفا دارم کامره اگه وای باشد نشون تید همون یکم قطار بشتگی کلمه اوکروب برای و آدم کلمه زهر آور یکمین مراتب وقتی که اوکروب شوبه کردم با همین پریستوب قاپیدگی این آدم خودش به سیگنال مونده که من همه کلین حاضر بهتر شدگی نقش شدگی پیشتر اوکروب میگفتیم و کبود شده میرفتن چون که شعور علاقه سیستم عصبی خودش به پروگرام مونده که همین کلمه یا که بوی ادیکالون گویم بوی دوخی من به اون کسلیم خروج میکنم مثلا بسیار کسلای دق نفس بودگی خودش هم خیلی تنقیح میکنن که بهار شد من همین بهار به کسلیم خروج میگیرد علاقه در سیستم عصبی و پروگرام هست خواهید نخواهید همین چیز پیدا میشه مرحمت اینجا با کی حضور دارد نوبت گام میزنید من سیدوف قماردین از قشلاق کلبگی نزدیکتر است میکروفون دادر بلند کرد من سیدوف قماردین از قشلاق کلبگی رایون اورژینگزوبود من سال 1987 با کسلی پای گرفتار شدم از بین 6 ماه گذشت و من با تیاق راه میگشتم به نزد چندین دکترها مراجعه کردم ولی درد پای من دوا نیافت به نزد مولا ظهور طاهری رفتم بعد 3 دقیقه و من خود را نقص حس کردم و به مولا ظهور طاهری موفقیت های نو به نو آرزومندم احمد اصحاب بغلت هوا دادی اسه میتاجن دوستان من اینجا با مرحمت گذاشتم مثلا بعضا آدم از ترس فلج میشه این بچه همون کوهپاره رفتگی بعد از خدا آمدن نظرش به اونجا تافتگی همین 2 ماه بی حرکت بودگی بعد اصحاب بغلتی من همین که گیپنوز تاثیر کردگی آدم با نقشته میرد بعد این برآمدن بعضی آدمایی که مثلا بعضی کسله های معنی سر باگه خون کفات فلج میشوند اینجا به گیپنوز دوستان یاردمش تماما کم 100% نقض نمیشه چون که علاقه در ارگانیسم شما تغییرات های کلی به وجود آمده اینجا برای همین کسله های نوروز به من آدمایی که در نتیجه ترس و هم پیدا میشن همان صورت به آدمای مثلا شل شدگی دیگه چی شدگی نقشته میروند مرحمت او کی هست اینجا من اسماعیل خدایار از کالخانه لنینگراد رایون حصار راستی که سال 1984 یک بار من کسل اینفکت کلان شدم برای همین زندگانی کردن آینده در من امید راست نبوده چی بودن اینفکت و بعد 60 روز خوب کردن در بلجه قربولا بعد فهمیدم که چی بوده است بعد 60 روز من با خود چیز بردن خرنگان اونجا با من مدرزور تایر و خوردم روزی که به من 10 متر میگشتم من با دیلم با درد پیدا میشد اونجا جایی که سیانسوی پسیخوتراپی میگذراندیم دویم ایتاج با بودک برآمدگاه بسیار راست برآمدگی بود قریب 5 متر بلند بود من یکم بار هم با خود مدرزور یا جای برآمدگی من که اون که که نترسته قطعا برآمدن گرفت من همونجا برآمده یک چند سیانسوی گیپنوزی گرفتم
اونجا باز دوره میخوردم صحبتای قطعی کسالو میگذراندن میفهمودن که بعدی کسالی این فقط آدم‌ها 30 سال 40 سال زندگانی کرده است همچون آدمی سخت کار کرده است بر خودجگی من هم با تاثیر هیپنوزهای همین موضوع من 6 سال آخر من دوره استفاده نمیبرم با مسائل اون کس در خودجگر بودم من جایی که همین بلندی با جایی که همین زینپای بسیار دور دراز همینجا نترسیده میبرم آدم حاضر پور در کلخوز کار کرده شدم رحمت برای تو باشید من کمتر شرح میتیم در باره کسل اینفارکت گذشته شنیده کن مقصد از آن عبارت است که کسل اینفارکت مثلا همین موشک‌های دل یک را که خونگذار محکم میشد خون نمیره همین که نرفت همین موشک‌ها میمورن این موشک‌ها برقرار نمیشد نه که آدمایی که کسل اینفارکت به گرفتار میشن مثلا یک سببی از قسم دلشناسی قسم روحشناسی گذشته من از همون عبارت است که بسیار آدمای کسل دل گرفتار بوده ترس وهم زیر میکنه زیاد اون کلمه اینفارکت شنیدن دو قدم میزنن دلشوی میدارن من خرانگام همین خیلی طرز تبابت میکردن همه کسلا اینفارکت جمع کرده همین وقتی همراه کوف میبردن که همراهشون من هستم اپارات هست نترسن همین ترس وهم از آیا دور کردیم چون که آدم که خودش به معنی سرش که ترس که من حاضر من خیلی شم میمورم دیگه چیز و حتما ففتیدنش ممکن مردنش ممکن برای همین کسایی که این مرکزی کاردیولوژی بسیار میخونن خوب میکنن برعکس اکثرتشو فکران خودشو تصور میکنن من اینجا با یک از کارهای علمی یک اینجا آوردگی یگان آدمی بچه‌های یاشتر بتونه کاردیوگرام یک نشون میده یا که از این طرف میگیرید اینجا با فکرام زال به شرط نشون دادن وقتی که من هیپنوز گرونده تاثیر سخن سنجیدنی شدم که دل انسان چخیل میشود در پروسس نورولوژی هیپنوز من همین دو چیز نشون میدید از همینجا تا همینجا مثلا دل ما باید که معتدل همه خیلی یک خیل کار کنه وقتی هیپنوز من تلقین کردم که وای بیمار که در جای کارت ناخوشی رو داده است دلی وای علاقه نادرست کار کرد پریبوی میگن اکسترسیتال طرز نادرستی کار دل همه خیلی شد من اینجا عکس شدگی همه خیلی چیز که بینه تاثیر سخنگتی کار دل انسان ناس کردن ممکن کدام حالات رو ناس کردن ممکن آدمای مثلا ترمینی کاردیا نیوروز هست اما نو به تاثیر ناز رسوندنش ممکن این اجهاتی علم مثلا اثبات شدگی اکنون گفتم ممکنه که همین خطی که همه کسلای اینفارکت شدگی ما تفاوت میکنیم کسلای اینفارکت فقط تاثیر داروها قطعی تاثیر متدهای فیزیوتراپی مالش دیگه چیزها هست همون چیزا که ما به اون تاثیر خوب رسونده میتونیم مرحمت با کی هست اما شما شینید شما استید کم استید شما آخرون گام میزنید اینجا همون میباشتم هرچی گاو زمانم چون که تلسکوپ همه خیلی مصلحت کرده که اگر اینجا هر کس خسته گاو زنند من میدونم من زال به توبات کردی آدم اینجا بسیار هستن وقت نمیرسه ما مخصوصا همون صحبت کردگی برای 15 هست که خسته 2 دقیقه وقت گاو زنند همون رو وای کردگی اینا خودشون میدونن بعد کی گاو زدنش رو در کار همین با آدمایی که پلان با نیست تو آخرون وقت شود وقت منو گام میزنه مرحمت ما اینجا یام کسی گاو زنان پیش که گاو زنان کردگی نه که تو خسته این خلینگو وای خلینگو خب با این آدم‌ها زنده سلامت هم صحبت میشه تو گاو زنان میکنه مرحمت صاحب خدای نظرف از شهر قرغنتیپه در حقیقت چلی که اینجا قید کردن علم مجذوبیه یکی از شاخه‌های با ثمر طبی قدیم بود چند سال پیش من به دردی سری شدید گرفتار شده بودم که اون سبب بیخوابی نامرتبی کار دل و عصبانیتی به اساس شده بود با توصیه دکتران به آسایشگاه خواجه بیگرم اومده به ملا ظهور طاهری دکتر روحشناس مراجعت نمودم این کس به من سیانس‌های پسیکوتراپی را توصیه نمودند بعد گفت که بعد از قبول کردن 3-4 سیانس پسیکوتراپی من خود را علاقه نقص حس می‌کردم شدم و چند سیانس دیگر برای مستحکم کنی روانه کرده شده بود گذشته از این شاهدی سیاه‌شوی چندین بیماران دیگر نیز بودم که با سه سخن ملا ظهور طاهری آنها را شفا می‌داد و یک افضلیتی چنین طرز معالجه را من در آن حس کردم که شخصانی که سیانس‌های پسیکوتراپی را قبول کردند و اشتراک کردند در چنین سیانس‌ها امکانیت پیدا می‌کنند که در حالت‌های گوناگون به حالت روحی و جسمانی خود تاثیر رسانند مثلا خسته شوی را نیست کنند و دیگرها و من گمان می‌کنم که آن اقدامی که ملا ظهور طاهری در نزد خود گذاشتند
ترغیب و ترغیب همه جانبه طلب میکند و تلویزیون تاجیک در ترغیب این کار حصه‌گذار شده میتواند و در حالت دوام دادن سیانس‌های پسیکوتراپی هزاران بیمارانی که به چنین طرز معالجه نیاز دارند امکانات پیدا میکنند که بی آوارگی حکیم حاذق مایی شفابخشی توانایی زدلها عقده بکشایی کلیدی صد معمایی سخنگوی و سخندانی فسونگر بی محابایی دوام عمر سینایی ظهوری طاهری پتخی با مولا ظهور طاهری در این کار عجیب بردباری ها آرزو میکنم. مرحمت و من سال چهارم شود که اکو این ولیدی گروه یکم از دست و پا در وقت کرد ماندم فلج. این سال بعد سیانس کشپیروسکی 6 سیانی وی نگاه کردم من از کستیل قدیم میگشتم کستیل پارتوتم چطور که من از در سال نو یکم ینوار برای تاجیک اعلام کردن که از ما در ریسپوبلیکا روشناس مولا ظهور طاهری هست من 18 و 19 و ساعت 11 و 3 سیانس دارم من باعث همین شده من از میدان رایون ایشتکوشی دورترین پامیر من خیلی 3 ریسپوبلیکا قدیم آمدم و مقصد شفا یافتن من در دل مقصد داشتم که مولا ظهور طاهری به درد من کمک میرساند. اخلاص و خلاص گفتن شما از شما هم وابستگی کلان دارد اکو از منم بعد برابر هر دو ما کوشش میکنیم من کوشش میکنم که شما به یاردم رسانم. مرحمت او کی هست اینجا؟ کارکنی رست ساختمان وزارت کارهای داخلی ریسپوبلیکا سفرعلی علی جای زیستم شهر دوشنبه. در حقیقت بینندگان محترم چقدر در رفیت میگویند اخلاص خلاص این درست است. در حقیقت یک چند سال پیش از این از کشاکشی ها و بی‌عدالتی های زندگی من عذاب روحی میکشیدم. سرم درد میکرد، سیستم عصب مرا آزار میداد و نفس کشم بینهایت بد بود. خوشبختانه پس از اونه که من در یک چند مشغولیت های توبتی این جوانمرد بزرگ مولا ظهور اشتراک نمودم خودم را به نهایت حاضر نقص میکنم. رحمت به این کس و شکر آن میگویم که حاضر سر من دیگر درد نمیکند، سیستم عصب آرام است، نفس کشم به نهایت خوب است. محترم طاهری شما به من و به همه کار افتادگانتون نصیحت میدادید که سخن نیک، لفظ خوشحالی، خنده به معنی به موقع انسان را تبابت میکند. اما سخن بد، بدزبانی، بدگفتاری، کژگپی، کژزبانی انسان را از پای میافتاند و به مرگ نزدیک میکند. در حقیقت این سخنهای شما درست است. حقیقت سخنهای شما در یکی از شعرهای شاعر نمایان خطلان زمین دوست من سفر محمد ایوبی خیلی بلند صدا داده است. آدمی بدنفس را نان دهانش میکشد، آدمی بدنفس را نان دهانش میکشد، شخص بدگفتار را زهری زبانش میکشد. شما مولا ظهور طاهری نه اینکه طبیب خوب و مهربان هستید، شما شاعر خوب هم هستید. ما شعرهای شما را از روزنامه و مجله های جمهوری ما بسیار خوانده و لذت بردیم. متاسفانه یک شعر شما به دست من افتاده است که راست دیگه مضمون این شعر به جسم جان من دوا و درمان گشته است که من 4 مصرع این شعر را ناخوانده نمیتوانم. لفظ خوش گفتن خوش است گر کس عادت میکند، لفظ خوش گفتن خوش است گر کس عادت میکند، جسم جانی من زی حرف دوست راحت میکند. در حضور دوستان گوید سخنهای لطیف، در حضور دوستان گوید سخنهای لطیف، خنده هم داروست انسان را تبابت میکند. تشکر به شما. سلامت باشید. یک خنده تکن. مرحمت خوب که هست اینجا.
Так. من سلیمов اکبر کسبم آموزگار از ورزو. سال 87 به من کسلی با قول دکتران اپیلپسی هم میگویند با همین خیل کسلی من گرفتار شدم که به چندین طبابتخانه مراجعت کردم ولی شفا نیافتم. در وقتی که فهمیدم در کورورت خواجابیگر ملا ظهور طاهری همچون سردکتر دایر به گیپنوز کار میکردند و آن کس مراجعت نمودم و سیانس اولین گیپنوز را در آنجا من قبول کردم که تا حاضر من یگان بار به این کسلی دوچار نشدم و همین طور گفتنی هم که تماما به این کسلی تصوراتم ندارم و در فکرم هم نیست که من 3 سال پیش از این به همین خیلی کسلی که من خواهان آنم که یگان کس گرفتار نشود و من همین خیلی کسلی بود. برای همین هم در کارهای آینده تان ملا ظهور طاهری به شما موفقیت ها، پیش از همه سلامتی و خواهان آنم که همه اون بیمارانی که به نزد شما میرن شما با دل کشاد آنها را توبت میکنید. تشکر. رحمت سلام باشید. برادر کانتاریستا اینجا یک دیگه عیناً خیلی کسلی اپیلپسی هستن، چون که من درباره اپیلپسی معلوماتی هم مرامت این کاغذی آورده داد. تاجدین خودت همون نزد میکروفون بیاید. تاجدین همون نزد همون کس به استاد تو دهان تو گپ زن ما همون شرح درباره کسلی اپیلپسی بسیار سوال آمد، همون شرحش میتیم. معلم شما شنید رحمت. سال 1986 همین کسل مبدل شدم. قریب 3 ماه در دکتری قراباغ خو رفتم. دکترها گفتن این کسل را توبت کردن نمیشه. در این عین جوانی سال 1986 همه یار رفیق گریخت. یک تاش دیگه فهمیدن کسل. بعد دکترها جواب دادن و بعد گفتن که در خواجابیگر اکای ملا ظهور داروهای طبابتی و غیره ها شفا عطا میکرده است. بعد من با پیش اکای ملا ظهور رفتم. چند سال بود پریستوپ نشده است؟ 2 سال شد پریستوپ نیست. 3-4 سیانس گذراندم و مکتب عالی در خونده هستم. تشکر با اکای ملا ظهور با کارهای آیندهش موفقیت‌های نو به نو آرزومندم. برای چه دو تا کسلی عیناً یک خیلی اینجا تکلیف کردم درباره کسل‌های اپیلپسی بسیار بعضا در بین ما دکتران خطاگاه راه می‌دهد. ممکن همین بچه به نادرست دیاگنوز اپیلپسی ماندگی باشه. چون که همین خیلی نمودهای اپیلپسی بسیار من نزد آینی نلگون که بسیار دکترها همکسبای من شتا تماشا کردن. مثلا کسلی اپیلپسی من همچون دکتر شما فریب کردنی نیستم. به واسطه تاثیر سخن یاردم میکنه، نه که به دارو یاردمش قیم. مخصوص دارو هست که سیستم عصب تاثیر میکند، آرام میکند، ناز میشه. من این دو بیماری که کسلی اپیلپسی برآمد کردن قریب هر روز کسلیشو خروج میگیرید. حتی برای با کسلی روحی بیمارخانه کسلی روحی نپراولینی گرفت. یکی از این برادر دوم برآمد کرده که و خودش علاقه تلقین کرده است که ما همین پریستوپام هر روز گرفتم میگیرد همه چیز کتی. حاضر ما همین مصلحت داریم که نه یک بار دیگه رفته از نظارت دکترها آنالیز گذاریم که اینجا دیاگنوز نادرست مونده شده باشه یا در اصل همین خیلی کسلی اپیلپسی بود و نقش شد. نه که کسلی اپیلپسی ما همچون دکتر متخصص بسیار ادبیات ها میخونم، مثلا 2 سال 3 سال تا 4 سال 5 سال پریستوپ بینش ممکن نشود، ممکن باز خروج گیرد وقتی که یگان واقعیت روی داده نشد. برای همین من گفتنی نیستم که همین کسل‌های اپیلپسی بیت ما شما توبت میکنیم. هر یک رایون با هست دکتر نوروپاتولوگ، دکتر پسیخیاتر همون وقتی مصلحت کنید، چون که هر یک دکتر 7 سال در دانشگاه‌ها خوندگی شما وقتی سر کاردار میشد آواره شده از رایون‌های دوردست بیت همون دکتر رو وقتی مصلحت کنید. وقتی که اونا لازم دانستن که شما روید دوشنبه به من دیگر متخصصا مثلا اینجا با پروفسور مشهور غلاموف میخواج غلاموف استاد ما پروفسور عبدالمجید موسویش پولاتوف هستن که این علم آب کرده خوردگی گوی منو با مصلحت میتونن نزد همونا آمده کنسولتاسیا گرفته و کردن ممکن است. مرامت با کی هستین چی با؟ خوره قدرت‌الله توابت کردگی من با توابت کردگی نباشید نبرو جلو. نه واسه خدمت برگشتید. یه عصب آمدگی باشه شته است. ما آدمایی که توابت کردگی همونو میخوام که دو دهان همون
چند سال باز دیدگیم نیست. مرا طاقتم جلب شده از اینجا خسته باز شما میخوام گویم کسلی خود رو. سونی حالا هر دم گپ زدن میکنیم اینجا 1 ساعت به لینت داده که تمام میشه ثبت نمیشه این چیز. işte استاجرا و اینو حالا با همش قاچی کرده میپرتونه. من از رایون لیلین معلمم. از سال 67 با کسلی درد سر گرفتار بودم. لحظه ها می شد که من 3 روز بیهوش می خوابیدم. سال 86 برای طبابت و خوجاوی گرم رفتم و فهمیدم که در آنجا ملا ظهور طاهری دکتری گیپنوز هستند. من به نزد این کس در آمده گیپنوز را قبول کردم و یک چند مراتبه با این کس صحبت کردم. راستیگه بعد از گرفتن گیپنوز این کس به من باز سوزن، طبابت سوزن هم بود، 2 مراتبه قبول کردم. من یگان مراتبه به کسلی درد سر گرفتار نیستم، پریستوب نمیگیرد و به ملا ظهور طاهری از صدق دل منتداری بیان میکنم. اگر یک گیرد چی پریستوب؟ نه، من باوری دارم که دیگر این خیلی پریستوب نمیگیرد، چون که من و پریستوب هایی که پیشتر از 67 تا سال 86 میگرفت دیگر در من این کسلی نیست. با تمام وجود و با منتداری همه کسالانی که به کسلی درد سر گرفتارند تکلیف میکنم که البته به نزد ملا ظهور آید. اما وقتی سرکاری نمیابم دقیقا همشون به شما رحمت و منتداری بیان کردنیم. سلامت باشید. درباره درد سر من دو دهان گپ زنم. قریب کتاب‌های بسیار هست درباره درد سر، زیاده از 100 سبب درد سر هست. مثلا همین کتاب مرا از شما گذاشته شنید. من یک چیز را گفتنی هستم که به من دیاگنوز من میگرین بود. میگرین با کجایی که رفتم دکترها گفتن که میگرین طبابت نشونده است. برای اون که من از شما طبابت گرفتم و این کسلی من نیست شد، منتداری بیان میکنم. دوستان عزیز، من یک چیز اینجا گفتنی هستم که مثلا درد سر سبباش بسیار. همین کتاب نزدیک داشته یک 15 دقیقه داره دلکه درد سر پیدا میشه. تاثیر باد و هوا، عینک‌های نادرست انتخاب کرده داده که باشن. بعد چخیلی که گفتیم تنی گرم به درد نمیشد، مثلا اینا من سوال دادم که اگر پیدا شود چی؟ ممکن درد سر با یگان حالت شده پیدا شده نش ممکن. اینجا به گپ چون که سبب‌های درد سر یک وقتا من مقاله نویسنده بودم، اینجا مکتوب‌ها هست در گازت کمونیستی تاجیکستان چاپ شده بود زبان روسی قطعی درد سر نامش. بسیار مکتوب‌ها گرفتم، همه نزد من با اومدم، من فهمیده دادم. اما آدم که مثلا سبب بیماری یافته خودش از همونجا دور شود نقض میشه. مثلا وقتی که سال اولانگه CSD دکترا گذشتگی بود، همونجا یک دکتر برآمد کرده گفت که 10% سلامتی آدم‌ها از کارگونای تیب وابسته، 40% از محیطی که در آنجا آدم‌ها زندگی میکنن، چه خیلی تامیناتی مگزین، راههای اسفالت پوش و آب و چیزای نوشاکی شما، 50% از دشت شما با. مثلا استاد امریکا میرید، انگلی میرید، چه خیلی دکترای مشهور بوده است، یک مصلحت میتونه که اومده باز زندگی شما زیدی در همون جای شما باشد، شما ناز نمیشه. من بسیار وقت آدمای هم وقتی که هم صحبت شدم اول میپرسم وضعیت عالی چه خیلی، وضعیت کار چه خیلی. مثلا وضعیت مناسبت ناز کردن در کار، مناسبت ناز نکنید کجای کار عوض کردن در کار، برای اینکه هر روز میری الکه نازی توبه، اما آدمی که توبه دیدن نمیخواد پیدا میشه خودت گنده است. پروسس کاری با من بسیار متریال عجایب جمع کرده که ممکن سالهای بعد 1-2-3 سال یک کتابچه مقصدم هست کمتر سر کردم نویسندم درباره قاعده‌های دکتری پسیکوتراپی، منم خیلی بیماری وقتی عجایب واقعا هست، همون ممکن دسترس میشه چاپ میکنیم خونده میبینید. مرحمت. معلم مکتبی سی رایونی سور قربان و شرافت. سال 1985 بعد از وفات مادر مهربانم کسل شدم. 2 سال پی هم در قربالو یک ماه دکتران معالجه کردن و اولو хронический бронхит с астматическим компонентом,